با تحقیق و تأمل در قرآن و سنت در میابیم 6 ذکر است که به آنها بیشتر توصیه شده است. این اذکار سلاحی است کارآمد و قوی در نبرد طولانی با غمها، پریشانیها، دردها، بیماریها و گناهان. ذکر اول درود خواندن فراوان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. در طول روز بر صلوات فرستادن به پیامبر مداومت کنید. مطمئناً خیلی زود و حتی تا پایان روز به آرامش و خیر بزرگی دست خواهید یافت. ذکر دوم استغفار فراوان است. اگر خداوند متعال برای شما فرصتی فراهم آورد، از آن استفاده نموده و بسیار استغفار کنید، قطعا نتایج آن را به زودی می‌بینید. ذکر سوم یا ذوالجلال و الاکرام می باشد. این ذکر از جمله سنت‌های فراموش شده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که ایشان در حدیثی وصیت نمودند بر خواندن یا ذوالجلال و الاکرام مداومت نمایید. همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این دو اسم یعنی الجلال و الاکرام را خاص نمودند، زیرا در این دو اسم اسرار خاصی وجود دارد. ذوالجلال به معنای صاحب جلال، کمال و عظمت است و الاکرام به معنای عطا و بخشش می باشد. و اگر به این معانی دقت کنیم می بینید که با این الفاظ هم ثنای خداوند را می گویید و هم از او تعالی طلب می نمایید. ذکر چهارم لا حول ولا قوة الا بالله می باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری از صحابه را به گفتن این ذکر توصیه نموده و می‌فرمودند این ذکر گنجی از گنج‌های بهشت می باشد. با بیان فراوان و مداوم این ذکر قطعاً از الطاف الهی و نعمت‌های شگفت او بهره‌مند خواهید شد. ذکر پنجم همان دعای معروف حضرت یونس در شکم ماهی است. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. پروردگارا هیچ معبودی به حق جز تو نیست، تو منزهی، بیگمان من از ستمکاران بودم. این ذکر غمها را از بین برده و باعث سرور و خوشحالی است. ذکر ششم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله می باشد. و حالا یک نکته مهم. برای به دست آوردن نتیجه و فواید اذکار و دعاها و رقیه شرعی باید با تدبر در معانی و به صورت مداوم آنها را بیان کنیم. توجه داشته باشید به هر میزان که خداوند را بیشتر یاد کنید به همان مقدار محبت خداوند را کسب خواهید نمود و به اندازه اصرار ورزیدنتان در دعا اجابت را به دست خواهید آورد. هر قدر که رقیه شرعی را تکرار کنید به همان مقدار می توانید ضرر شیاطین را از خود دور سازید و از حسادتها، چشم زخمها و دیگر بلاها به اذن الهی در امان بمانید. در پایان این کلیپ را منتشر نموده تا سود و فایده آن عام گردد. از خداوند متعال می خواهم به من و شما علم نافع و عمل صالح عنایت بفرماید. و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد. Mm-hmm.